جنایت آدمکشی در زمینه عیش و عشرت. جسد پس از 2 روز از منزل استقامتی پیدا گردید. کپوت خبیده و دامی گپوش من بقدر شده از روش خفیده و تنه دیوار میزی کرسی خوب به 4 مراتبه زدم. گمانبر از خانه اپش مبلغی هنگفت را بوده در مرکزهای دلخوشی صرف کرد. وقتی که در آن خونه کسی نبود من از اونجا 5 دوستانه رو گرفته از آن خونه باید دادیم. اما مبلغ را در چی صرف کردی؟ اما شنبه در جای مرکز دلخوشکنی رفتم و سخت دارد. بازداشت نشه جلابان و مصادره مقداری مخصوصا کلان واسطه نشه‌دار. من با عامل رفیقم عملیات ختنم این مواد مخدر آورده شهر کانگولانو دستگیر شدم. چی منکر میدید؟ مافیا همین که هم این بابا رو باید فروشد ماده 200,000 سومان. گروهی دزدان در شهر ترسونزاده به جلب دیدگان نزدیک 150,000 سومانی ضرر رسانیدند. کردارهای قماربازان حتی در باشگاه‌های صحرایی از چشم کارمندان میلیسیا پنهان نماند. شرح این و دیگر خبر و گزارش‌ها در نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی.